انتخابات افغانستان در شرایط برگزار می شود که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع و حمله و ترکیش ها در این کشور بیشتر شد. اما نامزدها به مقام پرزیدنت افغانستان با تمام تلاش به تبلیغ برنامه های خود مشغولند و از هر شیوه ممکن کار می گیرند. یک چیزی هم که در این معرکه ها توجه ساکنان تاجیکستان را جلب کرده است استفاده آهنگ معروف هنرمندان تاجیک در نوار تبلیغاتی اشرف غنی پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات است. آهنگ سوگند وطنداری از جانب تابیش و جعفر آوازخوانان تاجیک سروده و بعداً از جانب هنرمندان افغان هم بازخوانی شده است. همین آهنگ بازخوانی شده هم در نوار تبلیغاتی اشرف غنی صدا می‌دهد. تابیش مؤلف آهنگ قسم میگوید استفاده آهنگ او در کارزار انتخاباتی کشور همسایه و مخصوصاً از جانب خود پرزیدنت باعث افتخارش است. برای من مهم نبود که از کدام مثلا حزب سیاسی استفاده می شود. اگر یک قدم به صلح آورده باشه و به وحدت یگانه‌ای که ما داریم خوشبخت‌ترین انسانم. تحلیلگران میگویند انتخابات نوبتی افغانستان از چند جهت از معرکه‌های سیاسی گذشته فرق دارد. به نظر من نامزدی که در قدم اول باید صلح در افغانستان پیاده کنه و در قدم دوم خیلی از پروژه های بزرگ اقتصادی که به دلیل ناامنی در افغانستان در حال تعویقند اینها عملا تطبیق شوند و یک رفاه و پیشروی و ترقی سرتاسری را در منطقه عملی کنند. رحمت الله عبداللهیف که در مسائل افغانستان تحلیل‌های زیاد دارد بر این نظر است که در صحنه سیاسی آن کشور هیچ گروه یا قوم در علیحدگی نمیتواند به حل بحران افغانستان موفق شود. تامین امنیت، مسائل رشد مناسبت‌ها با کشورهای همسایه، مسائل رشد مناسبت‌های تجارتی، فکر می‌کنم این مسائل هستند که برای نیروهای سیاسی افغانستان مسائل کلیدی به حساب می‌روند. اکثر ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که نفری که در افغانستان سر قدرت می آید باید در قدم اول برای این کشور صلح بیارد. خود ساکنان افغانستان حالا آرزوی یک انتخابات شفاف را دارند. بخاطر از اینکه ما یک سرنوشت خوبتر داشته باشیم نیاز است که یک انتخابات شفاف داشته باشیم. فرهنگ و زبان و هم حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان را به هم نزدیک می کند. هر تحولات در این دو کشور همیشه مورد توجه جانب هاست. از این رو نتیجه انتخابات شفاف را در این سوی عامو بی‌صبرانه انتظارند.